غار صبر است. غاری که به حیات پیامبر صلی الله علیه وسلم داخل دارد و تاریخی که برای سالشماری ما و شما سالشماری مسلمانی آغاز گشته است و به هجرت پیامبر صلی الله علیه وسلم وابستگی دارد. این غار صبر که اکثریت مردم تاجیک آن را با غار تارتنک که در دریای تارتنک تار کنده است میشناسند. یعنی در اون سال گزمین در حیات پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی که دو اشخاصی که پیامبر را محافظت میکردند و در بدن آن دو شخص مشرک‌ها پیامبر را آزار نمیدادند که یکی مادرمان خدیجه رضی الله عنها و دیگری عمه پیامبر صلی الله علیه وسلم ابو طالب در یک سال هر دو از دنیا رفتند. و وقتی که هر دو از دنیا رفتند عذاب و شکنجه دارد زیاد شدن که حتی به سر پیامبر صلی الله علیه وسلم. بعد از آن پیامبر صلی الله علیه وسلم اول حجاجان را میبخشید مسلمان ها را صحابه ها را هجرت به اتیوپیا اجازت دادند با سرداری عثمان رضی الله عنه. و بعد از آن وقتی که قوم های مدینه منوره قومی آمدن به پیامبر صلی الله علیه وسلم بیعت کردند و اسلام را پذیرفتند و پیامبر صلی الله علیه وسلم مصعب یکی از صحابه ها یکی از عالم های آدم هایی که این دولت به مدینه را سپار کردند و با واسطه مصعب زیاده از 70 عائله به اسلام روی آورد. و وقتی که آنها به حج آمدند پیامبر صلی الله علیه وسلم را در جایگاهی که به نام عقبه است و پیامبر صلی الله علیه وسلم بیعت کردند و دعوت به هجرت مسلمان ها به مدینه منوره کردند. و پیامبر صلی الله علیه وسلم مسلمان ها را آهسته آهسته به سوی